مردی که قدرت دید ایکس ری داشت برای خرید بلیت بخت‌آزمایی وارد یک مغازه شد، اما صاحب مغازه با غرور او را مسخره کرد. وقتی دید مدت زیادی بلیت‌ها را نگاه می کند ولی چیزی نمی خرد، با تمسخر گفت یا بخر یا برو بیرون آدم فقیر. مرد اهمیتی نداد و یک بلیت خرید. درست وقتی صاحب مغازه می‌خواست به او بخندد، مرد برنده جایزه $100,000 شد. زن از شدت شوک خشکش زد. مرد به او گفت هیچ وقت مردم را از روی ظاهر قضاوت نکن. بعد هم خواست جایزه‌اش را نقد کند. با آن پول اولیه، مرد به بازار عتیق فروشان رفت. با استفاده از دید ایکس ری خود، خیلی زود یک گلدان چینی پیدا کرد که $5,000,000 ارزش داشت. اما برای اینکه فروشنده شک نکند و قیمت را بالا نبرد، وانمود کرد دنبال چیز دیگری است. او یک گلدان معمولی را برداشت و قیمتش را پرسید. فروشنده گفت $3,000. مرد اخم کرد و گفت خیلی گران است و خواست برود. فروشنده سریع جلویش را گرفت و گفت قیمت قابل مذاکره است. مرد پیشنهاد $300 داد و گفت آن گلدان چینی را هم به عنوان هدیه می خواهد. عجیب این که فروشنده فوراً قبول کرد.